این کشور زیبای من تاجیکستان است که 93% آن را کوه‌ها تشکیل می‌دهند. به قله‌های کوه‌ها رسیدن دشوار است و در قله‌ها همیشه برف می‌بارد. از آنجا آب می‌بارد. در پایان نشیب‌ها منظره‌های سبز و خرم، درختان رنگارنگ، کوه‌ها، دریاها و حتی شرشره‌ها را دیدن ممکن است. این کوه کبود و خیلی تازه است. و همگان معلوم است که آب منبع حیات است. حاضر ما در ایستگاه آب تازه‌کنی و آب تامین‌کنی شهر دوشنبه جایگیر شده ایستاده ایم. ایستگاه آب تازه‌کنی و آب تامین‌کنی شهر دوشنبه 60% شهر دوشنبه را با آب آشامیدنی تامین می‌کند. در ایستگاه مذکور تمام تجهیزات‌ها برای تازه نمودن ما می‌دانیم که آب برای کشور ما مهم است و نه تنها برای نوشیدن. یکی از دولت‌های بهترین در دنیا آبی تاجیکستان خیلی زیاد بوده. در آینده همه این ذخیره آبی را اگر استفاده بریم، یکی از دولت‌های بهترین در دنیا تاجیکستان حساب می شود که یک انرژی سبز را به خلق تقسیم می کند. این آب دره برای نوشاکی، برای چاروای کلان شاخدار، برای نگاه بینی باغ و راغ، برای کشت کار استفاده میبرند. برای نوشاکی، برای تیار کردن خوراکی ما باشد. با من چشمه است. این باد هوای اینجا برای این چاروا، این آب دره اینجا برای این چاروا بسیار موافق است. ما به همین آب دره، به همین شرایط این گاو را وای کردن نمیتونیم. در دوام چند سال اخیر ما دیدیم که محیط زیستمان تغییر یافت. رنگ و طعم آب دریاها دیگر می شود. آب منبع حیات است. آب برای کارکنان طب و بیماران حتما لازم است. گیگین شستشوی تازگی برای آب لازم است. گیگین همه وقت گیگین را استفاده برده می شود. برای کسل های سیرایتی حتما آب تازه لازم است. من هم خیلی فرخ شد. بعد من سالهای پیش ما آب ما همش کشانده بود. از خود دایره هر روزی یک کس آب میکشون. از خود دایره رفته. با حاضر زمان دیدی من این حاضر زمان با از اینجا تربه مونده آوردیم از چشم آب برای توالت، برای دوش، برای اونولنیک، برای کخنی آب کراینکتی حاضرک می بیاید. انا چقدر کار آسان شد.
باز نگاه کنید. شما چی میبینید؟ آیا ذخیره های آب و منبع های آن را صرف کردن میارزد؟ ما باید درباره آینده فکر کنیم و منبع های آب را برای نسل های آینده صرف کنیم. شما چی فکر میکنید؟ آیا تیاره که این عقیده رو طرفداری نمایید؟ بله!